دیگه شک نیست که یک چاپلوس ضرورت داره یک شیطان. خب یعنی دو بسته یک مدیریت پر است. فرض کو دست راستش یک چاپلوس است، دست چپش یک شیطان. حال نفر سوم تو باش. خب اگر میخوایی که کس آینده تا بگویه باید بفهمه که دوستایت کیست. اگر دوست تو یک آدم چرسی باشه، خب بدون شک با وجودی که تو هیچ وقت عمل نداشته باشی چرسی ششم تو هستی. اگر دوستت یک آدم پولدار باشه، آدم پولدار دوم تو هستی. اگر دوستت یک آدم مهم باشه تو هم مهم هستی. پس این خیلی مهم است در زندگی انتخاب دوستا. من هیچ گاهی کوشش نکردیم دوست را انتخاب کنم که نتونم از او یک چیزی یاد بگیرم. و هر زمانی که دوستای مهم داشته باشی تو مبدل میشی به یک آدم مهم. فرض کن من اگر با رئیس در دفتر خود رفت آمد داشته باشم، همه احترام من میکنه چون دوست رئیس هستم. بنابراین خیلی مهم است در زندگی افراد مهم را تعقیب کنیم، با افراد مهم دوست باشیم و با افراد مهم زندگی کنیم. اما بودن با افراد مهم ساده نیست. بودن با افراد مهم زجرآور است. بودن با افراد مهم پر از مصرف است. مثلا فرض کن من یک میلیونر را میبینم و من با اون میلیونر میرم رستوران. ما آدمی هستم که باید پول رستوران بدم، نه او. با وجودی که او میلیونر است اما پول رستوران ما باید بدم تا به میلیونر بودن او اهمیت قائل شده باشم. و جالب است یکی از دوستایم برای من میگه که شکی وقتی پول پیدا کردی مصارف تو کم میشه. من گفتم چطور؟ گفت وقتی تو پیسه دار باشی نصف مصارفت مردم میده. وقتی مردم میای خانه اگر دیگه وقت برات یک سیر سیب میگیره ولی 2 سیر میاره. وقتی تو میری خانه کسی اگر دیگه وقت برات کچالو پخته میکرد آل برات مرغ میاره. وقتی میری شار و میبینی که از خودگاه چون پیسه دار هستی موترت مفت پاک میکنه، یک جنسینگ هم برات میاره. باز اگر دوستت میوه فروش باشه باز یک کریت میوه هم برات میمانه چون پیسه دار هستی. در حالی که این رواجا مزخرف است. من طرفدارش نیستم، ولی وقتی تو مبدل میشی به یک آدم مهم مصارفت کم میشه. ولی اگر تو یک آدم غریب باشی و پیش یک دوستت میری که میوه فروش است، یک سیب هم برات سالانه میکنه که بخو. بنان اگر میخوای که زندگیت راحت تر باشه و مهمتر باشه باید رفت آمدت با افراد مهمتر باشه. و در ابتدا بودن با افراد مهم خیلی سخت است چون مصارف خیلی گزاف کار داره و فشار خیلی جدی کار داره. ولی وقتی که تو با اینا دوستی تا به عمقش میرسانی خودت مبدل میشی به یک فرد مهم. ما دو نوع مردم داریم. یکی افرادی که وقتی پیش یک آدم مهم میره کوشش میکنه چاپلوسی کنه. جز چاپلوسی چیز برای فروش نداره. مثلا پیش یک رئیس میره، ای چاپلوس است، سواد نداره، ای چاپلوس است، ماهر نیست، ای چاپلوس است، خلاق نیست. ای جز چاپلوسی چیز دیگه کرده نمیتونه، ولی دی چاپلوسی خود مهارت خاص داره. حال او رئیس ای را با خود نگاه میکنه به خاطر از اینکه دپرس نشه، به خاطر از اینکه تشویش نداشته باشه. یک کس باشه که برای رئیس توصیف کنه، یک کس باشه که شیطانی کنه برای رئیس و ای را نگاه میکنه. و معمولا هر رئیس به یک شیطان و چاپلوس ضرورت داره در شرایط فعلی. ولی بعد از اوش چی میشه؟ یک رئیس نمیتونه در یک دفتر 8 چاپلوس داشته باشه. شما ببینید 12 کارمند است، در بین 12 کارمند شاید رئیس فقط انتخاب کنه که یک چاپلوس و یک شیطان داشته باشه. خب 10 نفر دیگه چی؟ اینا 10 نفر دیگر را به اساس مهارت و علمیتش میگیره. بنان یک کسی برای من هیچ وقت نگویه که والا کل رئیسا چاپلوسا را میگیره. نه، او تو نیست. اگر رئیس کل افراد چاپلوس بگیره خیلی دفتر کی پیش میبره. دیگه شک نیست که یک چاپلوس ضرورت داره یک شیطان. خب یعنی دو بسته یک مدیریت پر است. فرض کو دست راستش یک چاپلوس است، دست چپش یک شیطان. حال نفر سوم تو باش. مشکل ما چیست؟ اکثریت ما میگیم که باید مکمل چاپلوس باشیم. خوب نیست. و دیگرای ما میگیم که نه، من استعداد دارم این چاپلوسی میکنم، این چاپلوسی نمیکنم، میام بی‌معناست. من میگم وقتی با آدمای مهم میبینین، در پهلوی ازی که شما استعداد دارین، در پهلوی ازی که شما برنامه دارین، در اتاقی که شما با رئیس روبرو هستین یک هوشیار باید باشه و هوشیارتان رئیستان است، شما نیستین. اگر تو به این نیت داخل میشی که به او رئیس بفهمانی که تو از او کده هوشیار هستی، او مشکل به جایگاه خود میبینه و فردا تو نیستی. بنان وقتی تو با رئیست روبرو میشی، اولین قانونی است که تو باید بفهمی که در او اتاق هوشیاری اتاق رئیست است.
قانون دومی است که تو خود نباید بفروشی. ما مردم عادت داریم که امی رفتیم پیش رئیس، والا من زیاد کار میکنم، برنامه من زیاد است، ما مشکلات بیشتر دارم، من میخوایم عدل بیارم، من میخوایم فلان کار کنم، به یادتان باشه ما فلان کار کردیم. این برای رئیستان مهم نیست. این که تو چی کار هستی، چی میکنی، چقدر مهم هستی و چی چیزها را تو کنترل میکنی، اصلا برای رئیست مهم نیست. برای رئیست مهم جایش است و برای رئیست مهمی است که او آدم اول باشه. بنابراین تو باید خودم معرفی کنی، تو مسئولیت‌های خودم معرفی کنی، تو مهم بودن خودم معرفی کنی به شکلی که رئیس درگیری او معرفت باشه. مثلا من میگم که رئیس صاحب اگه خودت نمی بودی من نمیتونستم که 10 برنامه بسازم. خب من میگم که 10 برنامه ساختی، اما امتیازش هم میتونم به مردی که هوشیاری اتاق است. یا من میگم که رئیس صاحب من یک پلان نو دارم، یک برنامه نو دارم و فکر میکنم خیلی برنامه خوب است و مشهور هم میشه. اینی برنامه است، اما تا خودت تایید نکنی برای من معنا نداره چون تجربه تو بیشتر از من است. خب من میگم برای رئیس که من یک آدم خلاق هستم، برنامه ساختیم اما تو دهش دخیل هستی. یا من میگم که مثلا یک مثال خیلی ساده بتونم، یک جوان میگه که ما والا 5 برنامه دارم، فلان کی 2 برنامه داره، ای بیادلی است، رئیس صاحب باید او برنامه‌اش زیاد شوه، ما برنامه‌ام کم شوه. رئیس میگه چرا؟ اگه او 2 برنامه داره خب حتما هوشیار است. اگر تو 5 برنامه داری خب لودستی. چرا به خاطر تو ما باید او را خفه کنم؟ نمیکنم، برو دستت خلاص. حال اگر تو میخوای عدل بیاری به کدام سیستم باید بیاری، باید بری بگویی که رئیس صاحب ما 5 برنامه پیش میبرم، فلان آدم 2 برنامه پیش میبره، اگر 3 برنامه دیگه به او بتی، برنامه ما میرسه به 10 برنامه، در آخرش تو فایده زیاد است، امتیازش به شما میرسه. حالا فکر میکنه که راست میگه این کارمندم 5 برنامه میته، او چرا 5 نته؟ پس خیلی مهم است در اتاقی که تو با رئیست میباشی فراموش نکنی که کنترل کننده اتاق کیست، فراموش نکنی که مرد هوشیاری اتاق کیست و فراموش نکنی هر برنامه‌ای که تو داری فایده او فرد باید داشت باشه. جالبی است که من با دوستای خود، با دوستایی که من نو میخوایم رویشان کار کنم و اینا رو مبدل بسازم بر جوانایی که آینده را کنترل کنه، وقتی من با اونا صحبت میکنم بیشتر به عنوان یک کارمند صحبت میکنم. مثلا او را میگم که تو اگه برای من اینی برنامه را بسازی، اینی فایده توست، او باید خود دخیل ببینه، کار را که او باید کنه من انجام میدم. چرا؟ چون ما هنرش نداریم. پس خیلی مهم است اگر میخوایی با افراد مهم باشی همیشه جایگاهت بفهمی و همیشه درک کنی که چطور با اونا پیش بری. و یک مسئله دیگه است که معرفی با افراد مهم خیلی سخت است، نشستن با افراد مهم خیلی سخت است از صحبت کردن و این یک چانس است. هیچ گاهی کوشش نکنین که توقع داشته باشین که یک مرد مهم با شما یک تایم فکس بانه، با وعده خود وفا کنه و بیایه. او نمیتونه، او درگیر هزار کار است. بناهن اگر شما خواهان دیدن با یک فرد مهم هستین، شاید یک بار با شما ملاقات کنه ردش کنه. من با رئیس پوانتون خود میخواستم صحبت کنم زمانی که من محصل طب بودم و من 2 هدف داشتم از این صحبت کردن. هدف اولی می بود که من باید رئیس محصلین او پوانتون شوم. هدف دومی می بود که 13,000 افغانی من فیس ماهانه میدادم، این را باید برسانم به 50%. یک روز رفتم گفت رئیس مصروف است. گفتم خیره باز میایم. روز دوم رفتم گفت رئیس مصروف است. گفتم شماره‌اش برام بده. گفت ما شماره‌اش نداریم. روز سوم رفتم یک اندیوال دیگه خدا فهماندم که بره بگویه که ما از یک رسانه خیلی مشهور آمدیم و برای رئیست مارکت میکنم، شماره رئیست بده. خوب متوجه باشین که چقدر زحمت کشیدیم. حالا به طرف شماره رئیس دانشگاه را گرفت. حال من فکر کردم که اگر من برای زنگ بزنم و بفهمم که من محصلش هستم خب باز نتیجه نمیده. با دوستم گفتم که زنگ بزن به ای، برش بگو که ما در اینی رسانه هستیم و میخوایم امرای خودت یک مصاحبه خاص کنیم که فایدهش میرسه به پوانتونی تو. پس تو بیا به او رسانه. آدم زنگ زد، آدم گفت بدو چشم، رئیس پوانتون ما آمد به جایی که من کار میکنم. با مدیر مسئول خود گفتم که لطفاً جایی که مربوط خودت میشه ایره به ما بان، من خودم مدیر معرفی کنم که می آدم برای ما تخفیف بده. مدیر مسئولم که دوستم است گفت صحیح. خب رئیس آمد که رئیس آمد داخل شد، سعی کرد مرا گفت او بچه تو مسئله ماستی. من گفتم خب رئیس صاحب در داخل دفتر تو ما را نمیمانه، مجبور ما شما را داخل دفتر خود خواستیم. همراهش یک دوست دیگه بود، 2 تا مانستر کلان برشان خواستم، اینا را شاندم.
حالا گفتم مصاحبه را فکس کنین، یک مصاحبه خیلی جانانه برشان کردم، مصاحبه را باز نشرام نکردیم. بعد از رئیس گفت خب چی کنم برات؟ من برای چی خدمت کردم میتونم؟ گفتم مرا رئیس چیز کو مسئولین کو. حبیب جان شوخی نکنین لطفا، طفل خو نیستن. به هر حالتش ببخشین. اینال زمانی که رئیس صاحب آمد و ما گفتم برام تخفیف، گفت 50% تخفیف برات نمیتون، بعد از 30,000 افغانی مایه بده، 10,000 برام معاف کرد. برای دایم احساساتی شده بود، مانستر برش خواندیم، آوردیم مصاحبه کردیم تا پکت گفت ای برای دایم شد. گفتم والا یک دوستم دارم، همونجا یک دوستم داشتم در پوانتون، یک 50% به او تخفیف داد. گفت سر از صبح بیا مکتوب تا امضا میکنیم، یک اتاق برات میتیم در پوانتون، تو رئیس مسئولین شو. و من مبدل شدم برای رئیس مسئولین. پس وقتی با آدم مهم میبینی باید وعده خلافیش تحمل کنی و وقتی باش دیدی او را باید آدم هوشمند معرفی کنی. مثل که من با او مصاحبه ویژه کردم، برش گفتم که تو مهم هستی، پیامش گرفتم که بعد نشر کردم، یعنی چون زیادی زو میرفت باید سرش خرابات کنی و مانستر کلان برش گرفتم 2 دانه که نمیفهم وقت 400 روپیه میشد و به عنوان یک مسئول برای من خیلی چیز بود. اما در بدلش من تانستم هر ماه 10,000 افغانی فایده کنم و رئیس مسئولین شوم. بنابراین خیلی مهم است. ببینید در اسلام اولویت ها مشخص است. ما اگر میگیم که یک رئیس نباید وعده خلافی کنه، بعضی وقتها از یاد ما میره که اصل موضوع چیست. آیا خودت رئیس هستی؟ آیا ما رویزی صحبت میکنیم که یک رئیس باید کی باشه؟ نه خیر. ما رویزی صحبت میکنیم که یک آدم ناکامه که نمیتونه در زندگی خود پیشرفت کنه چطور با مردمای مهم روی سر کار داشته باشه. حالی این آدم ناکام خود در حد خود مسلمان کنه. ایره برای من نگویه که این رئیس وعده خلاف است، من کتش نمیبینم. یک بره که خودت رئیس شدی باز تو وعده خلاف نباش. حال او رئیس فرض کو وعده خلاف، او رئیس فرض کو غیر مسلمان، او رئیس فرض کو فاسد. وظیفه تو به عنوان یک مسلمان چیست؟ که پیسه‌دار باشی از فقر بموری. خب باید پیسه‌دار باشی. پس اگه او با تو وعده خلافی میکنه، فرض کن تو بگویی که این رئیس که برای من 3 لک افغانی وعده کرده بود، امروز که من ندید وعده خلافی کرد، یک رئیس مسلمان نیست، من صبح باز پیشیزی نمیم 3 لک روپیه نمیگیرم. کی تاوان کرد؟ خب تو تاوان کردی. اگر قرار است که در مورد زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله صحبت کنیم، باید اول موضوع ما را بفهمیم. موضوع ما او طرف نیست، موضوع ما طرف رئیسا نیست. ما رویزی بحث نمی کنیم که عادات یک رئیس باید چی باشه. ما رویزی بحث می کنیم که یک مسلمان عادی چطور ارتباط برقرار کنه با یک رئیس و از او رئیس و پیسش که اگر حرام است یا حلال است چطوری به دست بیاره و در کسب حلال مصرف کنه. حال وقتی که بحث این طرف است، ما سوال مزی جوانی است که فرض کو او رئیس جو بایدن، فرض کو رئیس ترامپ مطلق کافر و تو باید پولش به دست بیاری، چی میکنی؟ میگی والا این کافر است، من پیسش نمیگیرم. غیر منطقی است. ولا این وعده خلاف است، مسلمان نیست، من پیسه‌ش نمیگیرم. غیر منطقی است. پس تو باید بفهمی. ببین به زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله اگر نگاه پرتین از لحاظ اسلامی را تعبیر کنیم، کاکایش تا آخر مسلمان شد؟ نه خیر. ارتباطات حضرت محمد صلی الله علیه و آله بازم با او بود. چرا؟ بازم دوستش داشت. چرا؟ با خاطر که او بود که پیامبر نگاه میکرد از مشرکین دیگه که برش ضرر نرسانه. پس اینجا حضرت محمد صلی الله علیه و آله برای ما نشان میده که ولو کافر باشه، اگر میتونه فایدهش به تو برسه و به ملت مسلمان برسه، تو باید امرایش رابطه خوب داشته باشی. ببینین چرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگه که خدای از 2 مرین یکیش مسلمان کو؟ به خاطر از اینکه اردویشان هم قدرتمند بودن، پولدار بود. بنان خیلی مهم است که اینمی نظر ما گم شود که مردم پولدار بد است، مردم پولدار سر وعده خود استاد نمیشه، بد است، که مارباز است، چرسی است. مثلا یک مثال بتونم، یکی از بدماشای کابل در وقت جمهوریت برای من مثال بگوین که مشهور باشه. عبیب استالف حسیب کوه مرکز. حال هر کسی که است، اما اگر برای من حسیب کوه مرکز بگویه که من برای تو 50,000 دلار میتونم و تو به مردم غریب کمک کو و یک روز پیشش برم و بگویه که من امروز والا گریختم سر من حمله شده بود و روز دوم بیا، من میرم روز دوم پشتش. اصلا برای مهم نیست، چون برای من اولویت های مهم است. بنان ایره باید متوجه باشیم. روزی که باز در مورد رئیسا صحبت میکنیم، درست رئیسا باید وعده خلاف نباشن، اما اگر من رئیس باشم و با یک بچه گپ بزنم که تو بیا من برای 4 لک افغانی کمک میکنم و دفعتا برای من زنگ بیای که مادرت مریض است و ما ایره بگویم که دیگر روز بیا چون من امروز کار داشتم، این وعده خلافی نیست.
اساس اولویت هاست. ما اولویت ها را مشخص کردیم. اگر یک کس را ما بگوییم که تو بیا ما 10 لک افغانی کمکت میکنیم و برای ما در اونمو روزش در اونمو ساعتش زنگ بیای که کمپانی تو در خطر است و ما برم بگویم که ما میرم به خاطر اینکه کمپانی خود نجات بدم و او آدم بگوید وعده خلاف استی و تو نیست. ما اولویت های خود مشخص کردیم. در اسلام اولویت ها مهم است. ببینین وقتی شما به زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله نگاه میکنین، پیامبر میگه نمازتان نبانین به خاطر که اونجا جنگ است. نمازی که فرض است به خاطر جنگ مانده میشه چون اولویت است. در اسلام ببینین بگوین میگه که وقتی که مجبوریت باشه تو حتی رواز برید که گوشت خوگه بخوری چون اینجا جان نگاه کردن دیگه اولویت است. پس ما بعضی وقتا اولویت ها را فراموش میکنیم. من نمیتونم به خاطر وعده خلافی یک رئیس ارتباطات با او را قطع کنم. امکان نداره. مونږ چا سره د ضعیف مغز د تقویه لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښیي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکړئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.